ساکنان کلوبشهر بوستانی 31 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با فراخواندی و شکوه و شهامت در سطح بلند و خاطرمان در باغی به نام اسماعیل سامانی تجلیل کردند. در درآمدگاه باغ ساکنان، تشکیلات و مؤسسه‌ها، دانشگاه و دانشکده، کالج‌های و مؤسسه‌های تعلیمی، تندرستی فرهنگی و ورزشی، کارخانه‌های صنعتی و استحصالی، خواجگی‌های و کشاورزان و دیگر طبقه‌های جامعه نمایشگاه دستاوردهای خویش و محصول هنر ایجادشان را به نمایش گذاشتند. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، ولایت خطلون و رهبریت شهر کلوب از نمایشگاه دیدن کرده به هنر و مهارت هنرمندان و دستاوردهای ساکنان بهای ارزنده دادند. در امفی‌تئاتر شهر که بیش از 8000 نفر ساکنان جمع آمده بودند، رهبریت شهر، نماینده حکومت جمهوری و ولایت خطلون، تمام ساکنان مهنت دوست و شرفمند شهر کلوب را با فرارسیدن جشن بزرگ ملی 31 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد نموده، ضمن برآمدها ابراز داشتند که استقلالیت بقای ملت بوده، سربلندی هر یک فرد جامعه از آن سرچشمه میگیرد. ما به همین خاطر استقلالیت را مقدس میشماریم و برای حفظ و تحکیم آن با عزم و اراده قوی، حس بلند ملی و مسئولیت در نزد وطن سعی و تلاش میکنیم. در این مدت کوتاه وطن ما تحت سروری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از بزرگترین امتحان تاریخی گذشت و خود را همچون سازنده قسمت خود به جامعه جهانی معرفی نمود. امروز به تاریخ 31 ساله دولت نوین خویش نظر کرده با افتخار گفته می توانیم که در زمان صاحب استقلالی با زحمت وطن دوستانه به عالمیان خود را همچون خلق صلح پرور و آزادیخواه معرفی کرده توانست و ما با تطبیق نقشه و برنامه‌های سازنده‌مان در راه اعمار تاجیکستان نو با آرزوی آرمان‌های ملی و دستاوردهای نظررس نایل شدیم. محض در دوران استقلالیت دولتی در نتیجه عزم و تلاش‌های پیوسته و توجه خاصه پیشوای ملت، شهر بوستانی کلوب نیز سال از سال رشد کرد و به یک شهر زیبای زمانوی تبدیل یافته است. در حالت تنتنوی بخشیده به این صنایع فرخنده به یک قطار راهبران کارخانه و تشکیلات، آموزگاران و طبیبان، کارمندان ساحه فرهنگ و اجتماعیات و کشاورزان افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب سپرده شد. در ادامه چاره‌بینی کارمندان بخش فرهنگ، هوسکاران و هنرمندان شناخته جمهوری برنامه تئاتری کنانیده شده را پیشنهاد حاضرین گردانیدند که در آن راه 31 ساله پرپیچ و تابی تعیین نموده مردم تاجیکستان تجسم یافته بود. ساکنان ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت خطلون جشن استقلال را با شکوهمندی و صداقت بی‌پایان از وطن و وطنداری، صلح و ثبات کشور، وحدت و یگانگی در میدان ورزشی شمس متنتن استقبال نمودند. حاضرین را رئیس ناحیه، نمایندگان از حکومت جمهوری و ولایت خطلون تبریک و مبارکباد نموده برایشان روزگاری با سعادت را در فضای آرام کشور تمنا نمودند. ضمن برآمدها قید گردید که استقلالی که سرنوشت ما را در صحیفه‌های تاریخ با حرف‌های زرین ثبت کرد، از آن سنه مبارک 31 سال پر شد. محض با تلاش‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صلح و ثبات در کشور تنتنه نمود و مملکت ما به سوی تازه‌ترین پیشرفت و کامیابی‌ها قدم‌های استوار گذاشت. گفتن به مورد است که ناحیه شمس‌الدین شاهین خود همسال استقلال است و محض در دوران صاحب استقلالی کشور رشد کرد و میتوان چنین سازندگی و بنیادکاری‌های دوران استقلال را در صحیفه‌های زیاد ذکر کرد. استقلالیت برای ما امکان فراهم آورد که راه امروز و آینده ملت و پیشرفت منبع کشور عزیزمان را به سوی جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی انتخاب نماییم. استقلالیت این رمز آزادی، صاحب دولتی و وطنداری مردم سربلند متمدن تاجیک به حساب می رود، زیرا آن توانست برای خلق تاجیکستان بزرگترین نعمت دولتداری را آموزانده، معیارهای جامعه شهروندی را تحکیم بخشد و در یک وقت حیات آزادانه هر یک فرد و بلندترین زینه بخت و سعادت حقیقی ملت را تأمین نماید. جمهوری تاجیکستان در طول دوران صاحب استقلالی خویش در راه احیا و رشد دولتداری ملی بود در نظر داشت خصوصیت‌های جهان معاصر قدم‌های استوار گذاشته چندین هدف‌های مهم را در این راه پرپیچ‌وتاب به دست آورد. پس می‌توان گفت که استقلالیت همچون نعمت بزرگ به ساکنان کشور نور و ضیا، مهر و وفا، آبادی و آزادی، همفکری و همزیستی و آسایشتگی و ابدیت را آورد. از این رو حفظ و گرامی داشت آن یکی از
вазифаҳои шаҳрвандии ҳар яки мо маҳсуб ёфта, моро ба он водор месозад ки баҳри истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдату ягонагӣ ҳамеша ҷонфидо бошем. дар ин рӯз чанд нафар кормандони соҳаҳои гуногун барои саҳми арзандашон дар рушди иқтисодию иҷтимоии ноҳия бо сипосномаю ифтихорномаҳои мақомоти иҷроия қадр карда шуданд. барномаи идонаи ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия ва вилоят таҳти унвони истиқбол аз истиқлол ки тараннумгари дӯстию рафоқат, ваҳдату ягонагӣ ва якпорчагии тоҷикистони бииштосо буд, пешкаши тамошобинони сершумор гардид. раҳматалӣ Назрӣ, Сорбони Қурбоналӣ, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Ахбор.